عمل کردن به حدیث صحیح این خارج از مذهب میشه یا نمیشه؟ اینا لی خب گپ سر از این است که مثلا 4 نفر، یک نفر آیینگر باشه، یک نفر نجار باشه، یک نفر گلکار باشه، یا به این خب گپ مثلا می به کتابا مراجعه میشه و عالمی که گپش در مذهب سند است. عالی عالمی که مثلا ابن عابدین است در کتاب چی میگه؟ میگه وإذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه. اینمی مذهبش است. خب ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. سبحان الله. میگه اگر به می حدیث صحیح عمل میکنه، اینمی عمل کردنش به حدیث صحیح، اینمی مقلده، از حنفی بودنش نمیکشه. حالا تو چرا مثلا یک نفره که میگه من حنفی هستم در ایمی افغانستان زندگی میکنه و بگه حدیث صحیح عمل میکنه و این صاحب این کتابش هم کتاب معتبر است، او میگه از حنفی بودن نمیکشه، تو چرا میخوای سر از این نام وهابی و نام پنجپیری و نام فلان و نام فلان میخوای سر از این میمانی؟ یعنی با کدام جرأت، با کدام دلیل؟ و این چی هستن؟ ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل فقط صح عنه انه قال. میگه امام صاحب این قول صحیح آمده که اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن ابي حنيفه وغيره من الائمه. میگه این از امام صاحب ابو حنیفه میگه این روایت کرد و هم از دیگر امامای چی کردن؟ نقل کردن. و نقله ايضا الامام الشعراني عن الائمه الاربعه. یعنی شما سوال کنید ما میگیم اهل سنت هستیم. خب اگر مثلا یک نفر میخیزه مثلا او اهل سنت نیست یا مثلا یک مذهب دیگه است یا گروه دیگه هست، امی اتهام میاره، باز ما از پیش گله نمیکنیم، خیر است تو در چیزی بگو هر چی که میگی. اما وقتی که مثلا او زن سیکولاری که مثلا در تلویزیون آلمان میخیزه و میگه که استاد دایی وهابی هست و علتش چرا وهابی است که نوکر وهابی است و وهابیا کسایی بودن که 1400 سال قبل آمدن در افغانستان و پدرای ما و شما را مثلا تغییر دین دادن. یعنی کی است 1400 سال قبل که آمدن در افغانستان؟ خود صحابه کرام هستن. اونا صحابه کرام هم کلشان همین. اینا موتو مثلا میگه من از بیگانگان از هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. تو خوب برادرم هستی، اهل دین هستی، آمدی بیسل کنه بفرمایید. اینا میگه امام شعرانی اینا از ائمه اربعه یعنی مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه رحمه الله از کلش این چی که ائمه اربعه همین قول گفته که اذا صح الحديث فهو مذهب. سبحان الله. و اینقدر احترام به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله وحی است. او مردم آدم باید از الله بترسه در این قسمت. آل مثلا گپ ما، گپ مولوی صاحب، گپ مولوی متوکل، گپ مولوی عبدالحسیب یا گپ دیگرا یا گپ امام صاحب ابو حنیفه یا گپ علما، این وحی نیست، اجتهاد است. اما گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح چی است؟ وحی است. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و وحی از جانب الله است. و اور کل علما در طول 14 قرن کلشان میگن که برادر وحی دو قسم است، وحی جلی هست و وحی خفی هست. همین قول رسول الله صلی الله علیه و فعل رسول الله صلی الله علیه و تقریر رسول الله صلی الله علیه و چی هست؟ این وحی است. اول تو میخیزی در مقابل ازی، تو حداقل در مقابل خالق متعال و در مقابل وحی منزل که از جانب الله هست، در مقابل ازی استفاده میشه. اینی علمایی که مذاهب اربعه بودن یا تقوا داشتن یا ایمان داشتن یا اخلاص داشتن یا عزت و عظمت سنت رسول الله صلی الله علیه و آله میفهمیدن. از این خاطر میگفت که ما درست است اجتهاد میکنیم، شاید برای ما یک حدیث نرسیده باشه ولی وقتی که صح الحدیث اذا صح الحدیث فهو مذهبی. خلاص وقتی که حدیث صحیح آمد در این جمعه دیگه گپ ندارم. حالا می کتاب است، اگر این کتابا غلط است خیلی بفرمایید کتابا رو غلط اوت کنین، همین صفحه‌ش بکشین پاکش کنین. خب سعی کنین. خب ولا يغفل ذلك لمن كان اهلا للنظر في النصوص و معرفت محکمها. خب باز میگه فقط اینجا باز قید میگذارن که همین گپا را که حدیث صحیح میگیرن حداقل یک کسی باشه که علمیت داشته باشه که به ناسخ و منسوخ و به محکم و متشابه و به گپا بفهم. خب اگر یک عالم مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام شافعی رحمت الله علیه، مثلا امام شافعی میخیزه و میگه که رفع الیدین حدیثش منسوخ نیست و مذهب امام شافعی همینجا من بطال امیل مثلا در الفقه الاسلامی و ادلته کتاب است از وهب الزحیلی چندین جلد است و کتابی است که این در ماستری و در دکترا میخوانن و او میخواد این مذاهب تشریح میکنن. بله اینی عالمین تو گفته و دلایلش میگه حداقل ما اگر هیچ چیز نمیشه یا عمل نمیکنه همین احترام خدا به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم و این قول بزرگای دین است. یعنی
این معنای زیر نمیت است. ببینید در افغانستان یک مشکل است که اگر مثلا به حدیث صحیح تو عمل کردی، مثلا من رفتم در جای رفع الیدین کردم، معنای رفع الیدین که اگر من کردم به این معنا نیست که من امام صاحب مثلا توهین میکنم یا او را احترام نمیکنم. من در حقیقت خب وقتی که خواندیم که خود امام صاحب گفته که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، مثلا این حدیث در نظر من چی شد؟ صحیح آمد. یا حدیث سر سینه در نظر من وقتی که مطالعه کردم همین حدیث، اما علمای حدیث، کسایی که دکترا در حدیث دارن، کسایی که مثلا جرح و تعدیل دارن، میگن که این حدیث چی است؟ حدیث صحیح است. بنابراین من دست خود در اینجا گرفتم. عالی خب من خب دشمن از اون نشدم، در حقیقت قبل خودش عمل کردم. و عالم بزرگی که احناف است چی میگه که حتی اگر مقلدم باشی، خب ما از درس گرفتیم، ولو که مقلدم باشی و امی حدیث صحیح یافتی و عمل کردی، تو را از مقلدگری تو هم نمیکشه. در او عالم بزرگ احناف که او بزرگ احناف است، او میگه مقلد از تقلیدش نمیکشه، ما بیخی از دین میکشیم میشه. یعنی مثلا ببینید این یک فاصله هست که اگر مردم مثلا یا که کس نمیفهمه داخل بشین در یک مجلس برای یک عالم بگه که استاد خودت استاد هستی، در مدرسه ابو حنیفه هستی، خودت استاد هستی، خودت عالم هستی، خودت مثلا محدث هستی، صحیح بخاری درس میدی، صحیح مسلم درس میدی، حالا گپ اشتکا خو نیست، گپ علما هست. و وقتی که میگن و اینجا دروازه را هم امی علمای بزرگ چی کردن برای ما باز ماندن، به خاطر چی؟ به خاطر که عمل بگذاریم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کلش تطبیق شه. وقتی که ما رفتیم یک عالم بزرگ بود، گفتیم استاد فلانی نفر دست خود اینجا گرفت، فلانی نفر این تو کرد، فلانی تو کرد، چی میگفت؟ می برادر ای به خاطر ازی است که امی احادیث رسول الله کلش چی شود؟ تطبیق شود، عمل شود. این عظمت دین است. یعنی اگه تو بری پیش نصرانی بری، اقوال عیسی علیه السلام نداره، اگر پیش دیگه چیز ببین، این عظمت اسلام است که 14 15 قرن بعد احادیث رسول الله اما تو مثل چراغ روشن واره همه روشن در همه جا است. و در اطراف بیت الله شریف بری که یکی دست خود از سر سینه مانده، یکی حتی دستش کشال است، یکی دست خود از سر قلب خود مانده، یک چیز که و قناعت است و هیچ کسی غرض نداره، هیچ کس برای هیچ کس غلط و با کلگی احترام. اما عصر رسول الله صلی الله علیه و آله به یاد دادم که در این پالیت سیاپوس استاد است، در این پالیت اروپایی است، مثل که در پالیت رسول الله طرف بلال حبشی بود، اونجا صهیب رومی نماینده اروپا بود و اونجا مثلا بلال حبشی نماینده قاره افریقا بود و سلمان فارسی نماینده قاره آسیا. ما هم در حج میبینیم و کلگی هست، دوستی هست، محبت داریم. میبینی که مثلا یک باور که پالیت یک مالزی شته بود، رفع الیدین میکرد، وقتی که سلام داد راجل دست خود برام میگه انا من اندونزیا اخوک مسلم من اندونزیا. خب حالا برای از بیچاره که مثلا مسلمان است، از اندونزیا هست، ما بخیزیم خفکش بکنیم که تو رفع الیدین کردی و تو چی هستی؟ دین امیره میگه، عقیده امیره میگه، اسلام امیره میگه، تحقیق امیره میگه، علم امیره میگه، دوستی و برای انما لا تحاسدوا، حسادت نکنید، لا تباغضوا، رسول الله میگه چی نکنید؟ بغض نکنید.